وزارت فرهنگ ضمن برگزاری آزمون تاجیکستان وطنی عزیز من در این مرحله جهت دریافت استعدادها و جلب منبعه آنها به چاره‌بینی‌های فرهنگی، جمهوری و دولتی، اینچنین منبع به مؤسسه‌های عالی و میانه مخصوصی ساحه فرهنگ و هنری جمهوری قرار گرفتن آنها توجه خاص داد. سال 2025 آزمون جمهوری تاجیکستان وطنی عزیز من در سطح بلند تشکیلی و اجرایی برگزار کرده شده. در 3 دوره آن در عموم 6192 نفر داوطلب اشتراک نمودند. باید تذکر داد که چاره‌بینی‌های فرهنگی ما در خارج کشور بیشتر در دایره کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل برگزار می‌گردیدند و باعث سرفرازی است که طی 2 سال اخیر دایره فراگیری کشورها وسیع گردیده. چاره‌بینی‌های فرهنگی تاجیکستان اینچنین کشورهای اروپا، آمریکا، آسیای جنوبی و شرق مکزیکو فرا گرفته هستند. پدیده‌های مهم داخلی و بیرون در این مدت و مانند روزهای فرهنگی جمهوری تاجیکستان در جمهوری مردمی چین، فدراسیون روسیه، آمریکا، پاکستان، روزهای دولتی، روزهای فرهنگی آذربایجان، قرقیزستان، مغولستان و خیتای در تاجیکستان، برنامه مشترکی شام دوستی با جمهوری قرقیزستان، برنامه کنسرتی در حوزه برگزاری فورم 18 زایمان ایجادکار و عالمان کشورهای اشتراکدار اتحاد دولت‌های مستقل در شهر دوشنبه، معرفی ارکستر کودکان و نوستان، مؤسسه دولتی ارکستر دولتی سیمفونی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، بزرگداشت 700 سالگی حافظ شیرازی و شام ششمقام در قرارگاه یونسکو، فستیوال بازار هنر در حاشیه کنفرانس بین‌المللی سطح بلند آید و سال بین‌المللی حفظ پیره‌ها، فستیوال بین‌المللی تئاتر کسبی نوروز با اشتراک هیئت‌های تئاتری 7 مملکت، شرکت هنرمندان تاجیک در روز ملی تاجیکستان در نمایشگاه بین‌المللی اکسپو 2025 در شهر اوساکا ژاپنیا و در روزهای فرهنگی کشورهای آسیای مرکزی در منطقه سیاحی اوازی ترکمنستان. اینچنین 7مین فستیوال بین‌المللی رقص‌های مردمی در ناحیه مختار سینجان اویغوری چین، برگزاری جلسه 40 وزیران فرهنگ اتحاد دولت‌های مستقل در جمهوری تاجیکستان، برنامه‌های فرهنگی در حاشیه واگذاری سران کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل و سفری دولتی پرزیدنت فدراسیون روسیه در تاجیکستان، برنامه فرهنگی در حاشیه چاره‌بینی‌های مکالمه زنان آسیای مرکزی تحت عنوان زنان صلح و امنیت، 17مین جشنواره فرهنگی اقوام ایران زمین در شهر گورخان ایران به شکل مقام و منزلتی ساحه فرهنگ را بالا برداشت. در این ضمن وزارت فستیوال نمایش‌های لباس ملی، جلوه رنگ‌ها و گنجینه میراث، آزمون جمهوری تئاتر کسبی پرستو 2025 با شرکت کارشناسان ساحه تئاتری از کشورهای روسیه، قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان، فستیوال آزمون بین‌المللی تئاتر نوروز، نمایش‌های هنرهای بدیعی خلقی، فستیوال آزمون جمهوری تلویزیونی ایجادات خلق عمدلی، آزمون بین‌المللی مقاله بهترین در موضوع حفظ پیره‌ها، رونمایی کتاب‌های تازه نشر، آزمون‌های گوناگون و غیره را در سطح بلندی تشکیلی و ایجادی دایر نمود. محترم نمایندگان وسایل اخبار عامه حاضرین گرامی، توجه پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان و رشد ساحه فرهنگ ملی باعث افتخار و سرفرازی همه ماست. در این زمینه وزارت فرهنگی جمهوری تاجیکستان جهت اجرای دستور دولت‌های پیشروی ملت محترم امام علی رحمان، تطبیق و ترغیب سیاست دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان، تشکل فرهنگی معنوی و سیاسی و معرفتی شهروندان تدبیرهای ضروری را پیش گیری نموده است. وزارت فرهنگی جمهوری تاجیکستان کوشش می‌نماید که تمام امکانیت‌ها را استفاده برده در این ردیف دقت اساسی را می‌برد و بهتر نمودن خصوصیت اینواتسیونی فعالیت فرهنگی، جلب نیروی انسانی و ذخیره‌های ایجادی، فراهم آوردن محیط رقابت‌پذیر فرهنگی، بهتر نمودن افضلیت‌ناکی میراث تاریخی و فرهنگی ملی، تشکل محیط رقابت‌پذیر فرهنگی و تحکیم زمینه معیاری حقوقی و نظام اداره‌ای فعالیت اجتماعی فرهنگی روان نماید. تشکر برای توجهتان. معلومات مختصر روی فعالیت تا اینکه ما سوال‌هایتان را آماده نماییم. و رادیوی نقو مجموعه بهرام سوال چنین است که وزارت در سال 2025 برای بهتر کردن شرایط اجتماعی خودمان سیاسی و فرهنگی و نفقه برآمدن کدام کارها را انجام داد؟ وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان جهت قدردانی فرماندهانی که در
سرویس های نفقه هستند توجه مخصوص رو میکنند مخصوصا با تشبسی و ولیت مخصوصا وزیر فرهنگی جمهوری محترم ستاریان در جشن و معرکه های ملی بخصوص در جشن وحدت، جشن استقلالیت، جشن نوروز حتما از حال و احوال اونها خبر میگیرن و در همکاری با مندرون و منزل زیست اونها میروند و از روی امکانیت و از حساب اتفاقهای کسبات و امهات و کمک نیز رسانده می شود. همیشه در رابطه هستیم در مثلا در جشن نوروز سال گذشته سابق کارمندان وزارت که در نفقه هستند بازنشسته هستند دعوت کرده شدند سر یک پلشوی صحبت و از خاطرات خود مصلحت‌ها میدن و کارمندان وزارت و همچنین شخصان و نفرانی که در ساحه‌های مختلفی ساختار فرهنگ فعالیت میکنند اگر مریض باشن حتما رهبریت وزارت فرهنگ از حال اونها باخبر است و از روی امکانات‌های موجوده کمک میرساند. یعنی همیشه در رابطه هستیم. در حقیقت این دستوری سرمایه دولت بزنس جمهوری خیلی تاکید شد در عرفه ایتهای دولتی و ملی ایالات متحده داشته است. و غیر از این ما سال گذشته تصمیم گرفتیم در نزد وزارت فرهنگی جمهوری داشته شروع سابقه دوم تأسیس داده هستیم که اونها جمع میشوند اگر اون نفر و چی احتیاج باشن احتیاجات داشته باشن اگر برای مراجعه میکنن و البته با آنها از روی این پیاده موجوده کمک می‌رسانیم. سوال من چنین بود در حسابات گفتگی است که 108 تعداد 108 کتاب نامگوی کتاب چاپ شده است. میگفتید که این 108 کتاب چگونه کتاب است برای کدام قشر جامعه چاپ شده است و برای کودکان سال جاری چقدر کتاب نشر شده است؟ تشکر. بسیار سوالی با مورد است. این 108 نامگو کتابی که در اینجا اشاره شده است این کتاب‌هایی که به واسطه از جمله مؤسسه‌های نشریه‌ای وزارت چاپ هستند و 108 نامگو این کتاب‌های ادبی بدیعی، کتاب‌های دانش‌آموزی، کتاب‌های پولیسیستی می‌باشند که از جمله ادیبان معاصر بعدا با کتاب‌های بازنشر کلاسیکان هست. و سوال دومتون که از این کیسه ادبیات بچگانه چقدر است؟ ادبیات بچگانه 8 نامگو که معلوماتی ما در دست داریم 8 نامگو ادبیات بچگانه در دست است. واقعا امروز وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان جهت رشد ادبیات بچگانه تبلیغ‌های مجموعی انجام داده است و یکی از این کارها تهیه لایحه برنامه دولتی رشد ادبیات بچگانه میباشد که عین زمان این در مرحله تهیه قرار دارد و آن تدبیرهای مجموعی رشد ساحه ادبیات بچگانه را در بر میگیرد و این هم از لحاظ رشد زمینه‌های معیاری حقوقی و هم به رشد زمینه‌های اینفراستراکتور و هم هوسمندگردانی مؤلفان و از همه مهم افزایش از اون آمدن چاپ کتاب‌ها را در بر می‌گیرد. مسئله ادبیات کودک در همه مملکت در همه دور زمان در مورد اول می‌ایستاد برای تعلیم تربیت نسل نو است و جز زمانی که نشریات ادبیات بچگانه موجود است و نشر توزیع کتاب‌های کودکان مشغول است همچنین در انسیکلوپدی ملی تاجیک شعبه ادبیات کودک فعالیت می‌کند در نشریات مؤسسه دولتی نشریات ادیب فعالیت شعبه کودکان و نوجوانان برآمده شده است و در برابر نشریات ادبیات بچگانه این شعبه و این نشریات نیز کتاب‌های جالب و کتاب‌های بسیار خواندنباب را برای نوجوانان و کودکان تهیه و پیشنهاد می‌کند. همه شما می‌دونید که مخصوصاً انسیکلوپدی ملی تاجیک برای کودکان انسیکلوپدی ادبیات کودک و دانشنامه نوجوان کودکان نوجوان تهیه کرد با تعداد 50,000 نسخه و سرشار از همه
طلبات نسل امروزه موضوعهایی که تقاضای زمان است 70 عدد رو تشکیل میکنن از همین چی 1370 کتابخانه 77 عددی اونها اینا برای کتابخانه بچه داره باشن و وزارت با این هدف برای پر نمودن فاند این کتابخانه ها و جلب کودکان مدرسه بچه‌ها و کتابخانه چهارمی انداشت از جمله چاپ کتابخانه کتاب نشر این روند رو تحلیل کرد سببی از چاپ موندن اونها چی است و اونها کدام روزنامه‌های مستقل هستند ما آگاهی داریم تاجیکستان ما جامعه شهروندی ما در دوره گذشته و ساخت نوی ترقی و فضای اطلاعاتی کشور هم از جهت شبکه‌های اجتماعی هم از جهت مطبوعات دولتی کامل‌تر می‌گردد اما قطع شدن فعالیت بعضی از روزنامه‌ها مثلا اخیراً هفته‌نامه فرج، سمت و روزنامه دیگری کودکانه که در تابعیت مرکز تحقیقات ژورنالیستی فعالیت می‌کردند. وقتی مشکلی در مرکز تحقیقات ژورنالیستی که با دیگر نهاد وابسته بود روبرو شد و با حلنامه سود عالی حالتش قطع کرده شد مرکز تحقیقات ژورنالیستی و اون سه هفته‌نامه روزنامه که در خود بودن اونها نیز حالتشون رو قطع کردیم. در مسئله دستگیری روزنامه و مجله های مطبوعاتی داری ما همیشه در رابطه در همکاری هستیم و همچنین روزنامه هایی که اگر از سال پیشین در نظر داشته باشید چند سال قبل از دایره معیارهای ژورنالیستی از دایره معیارها و ظرفیت‌های مانشیت آزادی بیان اگر بیرون برآمده باشن حتما ما جواب میدن نه واسه اون که مستقل است و که دولتی است یعنی دموکراسی هم حد و حدود دارد آزادی بیان نیست حد و حدود دارد ما وظیفه‌دار هستیم که در دایره قانون‌های عمل کننده قانون‌های دموکراسی و آزادی بیان باید کار و فعالیت خود رو برای کنیم و امروز رقابت در مطبوعات دوری و شبکه‌های اجتماعی در مسئله اطلاعات بسیار شدید جریان دارد هر کس می‌خواهد مقام مطلوب خود رو استوار گرداند ولی هم این طبعی که بیان کردم گذاشتن در دایره طلبات قانون‌های دموکراسی قانون‌های آزادی بیان باید باشند و اون چند روزنامه‌ای که چند هفته‌نامه‌ای که چند سال قبل فعالیت از سبب کسادی مالیوی امروز جلب کردن خوانندگان و تعداد زیاد نشر کردن آبونه کردن بعض پرابلم موجود است که روزنامه و مجله مستقل تا بردن و اگر اون سپانسور داشته باشن سرپرست داشته باشن فعالیتشون رو جنوب کرده میتونن اما مفهوم موقع خود رو در دایره طلبات زمان استوار نمی‌داشتن بسیار مشکل شده است زیرا در واقع دوره گزارش به ساخت نوی ترقیات است اندیشه‌ها گوناگون هستند رقابت‌ها گوناگون هستند اما اگر هر ژورنالیست و هر روزنامه هفته‌نامه مسئولین اگر رقابت سالم داشته باشد و در دایره طلبات‌های بیان شده فعالیت کند و معیارها را رعایت کند هیچ گونه با مشکل دچار نمی‌شود. دیگر سبب‌های خاص کردن فعالیت دارن مثلا وزارت فرهنگ جمهوری ترکیه مقامات وکالت‌دار است همیشه ما در رابطه هستیم و یک بار دو بار سه بار اگر از دایره قانون‌های موجوده آداب ژورنالیستی آداب انسانی اگر بیرون برآمده ما آگاه میکنیم در صورت آگاه اصلاح نشدن باز با مقامات دخلدار تکیه به قانون‌های جاری فعالیت می‌کنیم. بسیار سپاس اما برای از روزنامه فرج و سمت باز ما دیگر روزنامه‌ها را می‌توانید که از چاپ ماندن در سال 2025 در ادبیات روزنامه در همین دایره فرج مرکز تحقیقات ژورنالیستی هفته‌نامه کودکانه بود فعالیت می‌کرد. دیگر روزنامه‌های مستقل در سال 2025 اگر صحیح باشن اونها حتما با اون خبر میدن اگر خبر دیدن ما البته از روی خطی به حسابگیری برکنار میکنیم
ولی شما مقایسه کردید سال 2024 و 2025. یک موضوع که است این به حسابگیری است. این معنی خلق شدن یک تعداد معین، یعنی این فرقیت معنی خلق شدن نداره. حاضر استاد دولت سفر گفتن واقعا دو روزنامه‌ای که سبب‌هایی که معین کردن با کدام سبب خلق شدن فعالیتشان اون معلوم. لیکن این فرقیتی که شما حاضر 5 تا دیگه میگید این فرقیتی به حسابگیری، یعنی در دوام 3 سال اخیر در وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان طبق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان ترتیبی بقیه‌گیری به حسابگیری مؤسسه‌های پلیگرافی، ناشری و مطبوعات دولتی، آژانس‌های اطلاعاتی 192 روزنامه بقیه‌گیری نشده است. یعنی سال آینده شاید این سال زیاد شده نشود. این از همون مؤسسه دولتی و روزنامه و مجله‌های وابستگی دارد که برای بقیه‌گیری و حسابگیری مراجعت میکنه به وزارت فرهنگ. اگر شما لازم باشد با مشخصا با تعریف‌گیری شما